این مرد به علت سرطان 1 سال نتونسته شیری که بزرگش کرده و نجاتش داده رو ببینه و حالا چیزی که اتفاق افتاده فوق‌العاده زیبا و باور نکردنی. شیر با حس کردن بوی صاحبش از فاصله 500 متری از گله جدا شده و فوراً به این سمت اومد. محیطبانان ترسیدند که شیر نکنه به اون آسیب بزنه، به همین خاطر سربازهای محیطبان در آماده باش کامل بودن. وقتی در اون حصار امنیتی رو باز کردن با این صحنه عشق و دل و دلدادگی مواجه شدند. ای طبیعت، تو چقدر قشنگی، چه استادی هستی برای کمال، چقدر میشه از تو آموخت، چقدر عشق همین حوالی همین نزدیکی هاست، چقدر میشه وحشی ترین رو اهلی ترین کرد. ای کاش یادمون نره که طبیعت زیباترین درس ها رو میتونه به ما بده.